بسیار جوانان امروز شکار خود ارضایی شدن. میفهمین چی میگم؟ خود ارضایی، استمناء، یا بسیار ساده تر من عفت کلام را رعایت کرده باشم، اون همین است که کسی با دست خود شهوت خود را بیرون بکنه. فهمیدین الان؟ امروز بسیار جوانان این را هم بگویم، گرچه یک درس ویژه‌ای در این باره من دارم، ولی اینجا من بگویم بسیار جوانان امروز شکار خود ارضایی شدن. میفهمین چی میگم؟ خود ارضایی، استمناء، یا بسیار ساده تر من عفت کلام را رعایت کرده باشم، اون همین است که کسی با دست خود شهوت خود را بیرون بکنه. فهمیدین الان؟ شکار خود ارضایی شدن. عزیز من، تو پشت درمان میگردی، بسیار جوانان میگن ما در بدن هستیم، به این مرض معتاد شدیم. جناب مولانا راهی بیرون رفت وجود دارد. بله عزیز من، راهی بیرون رفت وجود دارد. خودت اگر انتخاب بکنی، خودت اگر از این نسخه استفاده بکنی، امروز بیرون میشه. در چند دقیقه میتوانی از این معتادیت و از این مرض مهلک که گناه هست، نارضایتی الله هست، نارضایتی رسول الله هست، بدنت را تیکه و پارچه میکنی، تمام سیستم های بدنت از من گردگیری جان میماند، زیبایی های چهرهت زشت میشود. اگر میخواهی از این نجات پیدا کنی، آسان است. اون همین است که ببین چی تو را به این سمت میکشاند. موبایلت، کامپیوترت، رفیقت، نگاهت، چی تو را به این سمت کشانیده هست. خوب توجه بکن، میبینی که اگر موبایلت که در خلوت میروی تو را به این سمت کشانیده، در خلوت موبایلت رو بیرون نکن از زیرت. اگر کامپیوترت، فیلم‌های مبتذل تو را به این سمت کشیده، استفادهش نکن. اگر رفیق تو را به این سمت دعوت داده، ترکش کن. اگر نگاهات تو را به این سمت کشانیده، ترکش بکن و در ضمن از که کمک بیر با آواز بلند. جوان، این خیلی خرابت میکنه. جوان، این باور بکن خیلی به ارزشت میکنه. جوان جرأت را از تو میگیرد. جوان زیبایی چهره را از تو میگیرد. قوتت از بین میرود. دست و پایت لرزه پیدا میکند. جوان، اللهت را ناراض میکند. بیا دست از اینها برداری. این خود ارضایی در حقیقت دفن کردن خود انسان رو با دست خودش است. پس نگو که نمیشود. در چند لحظه میتوانی با این خدا حافظی بکنی. فقط از الله کمک بگیر و هرچه پولی که تو را به گناه وصل میکند، اون پول را دیگر خراب کن. پولی که تو را به گناه وصل میکند، اون پول را خراب بکن. از اون پول استفاده نکن. امروز غذاهای لذیذ، انرژیزاها، قوتزاها بخور که من قوی شوم. خود تو ازدواج کرده؟ نه، مثل این مجرد باش. بزرگی از بزرگان دین حرکت میکنند، میرود در صحرای گرم و سوزان با چند تا از یاران و دوستانش. آنقدر هوا گرم است، 50 درجه گرمی است. ریگ بیابان آنقدر داغ شده که حتی پا را از پشت چبلی و پاپوش گرم میکند و میسوزاند. این در همین بیابان این مرد بزرگ با چند تا اصحابش در حرکت بود. در مسیر بیابان از دور میبیند که جوان لباس خود را از تنش کشیده سر ریگهای بیابان غطه میکند. سر ریگهای بیابان غطه میزند. ای کاش خدا ما را هم مثل این جوان بگرداند. ای کاش الله به ما تو تقوا و پرهیزگاری و تقص و نصیب بگرداند. میبینند از دور که جوان لباس خود را کشیده سر ریگهای داغ 50 درجه گرمی غطه میخورد. این بزرگ نزدیکتر و نزدیکتر شد. وقتی جوان دید که جماعی میآیند لباس خود را پوشید، وقتی این مرد بزرگ نزدیک شد، السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. گفت جوان، ما از دور حالت عجیب است رو دیدیم. تو سر این دیگهای گرم بیابان غطه میخوردی، چطور تحمل میکردی؟ گفت جناب شیخ، جناب مولانا، من مجرد هستم، توانایی ازدواج ندارم. هر وقتی که در وجود من محبت گناه رشد میکند، هر وقتی که میخواهم به سمت گناه بروم، میایم بدن خود را برهنه میکنم، سر این ریگهای گرم بیابان میخوابم که آیا تاب و توان و طاقت این گرمی را دارم یا ندارم. ای بزرگوار، این را بدان که این آفتاب این اندازه فاصله دارد از زمین، ولی از اون فاصله این اندازه این زمین را گرم کرده که وقتی من جسم خود را سر این ریگهای داغ بیابان می اندازم، تحمل من تاق می شود، نمی توانم تحمل کنم، زود بلند می شوم.
از این میترسم که روز قیامت آتش جهنم در بدن من وصل میشود. آتش جهنم به بدن من وصل می شود. این را اندیشیدی، فکر کردی که در گرمای سوزان بتوانی بدنت را برهنه کنی و به ریگه های گرم بیابان یا در سنگ ها غوطه بزنی و جسم خود را وصل بکنی، در حالی که اون اندازه فاصله دارد این آفتاب. این آفتاب نورش چی است؟ آتش جهنم شوخی نیست عزیز من. گفت هر وقتی که می آیم پوست های خود را به این ریگ بیابان می مالم، می بینم که طاقت ندارم، به سمت آسمان نگاه می کنم که خدایا خودت دست مرا بگیر، خدایا مرا آلوده نکن که من از آتش جهنم تو ترس دارم.